دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضام. امروز گفتیم یه ولاگ رانندگی از رامسر تا لایجان رو براتون بگیرم. البته با یه فرقی که از داخل شهرهای مسیر قراره بریم، پس یکم طولانی تره. شهرهای تو مسیر چابکسر و شلمان و اینا رو که رد میکنیم میمونه کلاچای و رومسر و لنگرود تو شهرشون رد میشیم. پس همین بلاگ یه خورده طولانی تر. اینجا هم که بولوار کازینو یا همون بولوار معلم رامسر. امروز هم سه‌شنبه 16 اردیبهشت. منم که مرتضام. این 2 هفته پیش ولاگ رانندگی تو رامسر رو گذاشتم. یه ولاگ هم آماده ارسال رانندگی از شهرسوار تا رامسر. البته به دوستان قول دادم از چالوس تا رامسر هم براشون بگیرم، یعنی ولاگ رانندگی از چالوس تا رامسر. خود صدام گرفته، سرما خوردم دور از جون شما. البته اینکه فرصت نشد اون سمتی برم، به خاطر همینم بود. چون این سری ولاگ رانندگی توضیح میدم، توضیحات روش داره، دوستان خوششون میاد، استقبال میکنن. اینکه ولاگایی که قبلا گرفتیم و مجدد براتون ضبط میکنم با توضیحات، با کیفیت بالاتر. البته دوربین که عوض شد، کیفیت بالاتر. الان هم ساعت 8:35 است. اینجا بولوار معلم رامسره که بهش میگم بولوار کازینو. دیگه انتها که الان قرار ما بپیچیم سمت چپ، پارک و ساحلشه. یه شهر بازی کوچیکی داره، میبینید تابلوش هم هست دست راستتونه. اگه دوست داشتین رامسر رو بیشتر ببینین، ولاگ رانندگیشو میتونین ببینید. تو هم پلیلیست شهر رامسر هست، توضیحات دادم قشنگ کل رامسر رو رانندگی کردیم با توضیح. شنبه بازار و بازار ماهی فروشانش هم رفتیم، در قول دادم جواده و این بخشای دیدنش هم قدم بزنیم برام با هم دیگه. اینجا به اینجا میگن کمربندی رامسر. به همه چی میخوره به جز کمربندی، چون خیلی کوچیکه. الان همین لاینی که الان ما داریم میریم یکم جلوتر بریم اونجا تر دریاست. یا مثلا تو عیدا همینجا پارک میکنن، تو همین چی چادر میزنن. چادر دادم ممنون، تابلو داره ولی خب با نارنج کنار جاده ریخته، جاتون خالی. من که سرما خوردم حس نمی‌کنم، سرما نخورده باشی بوی بار نارنج میاد. همینجا از همینجا ماشین وای میسه تا چیز یه لاین عملا کار میکنه. اسمش کمربندی نیست. جادهش هم که میبینی دوربین چیز داره، لرزشگیرش قویه، لرزش ها رو نشون نمیده. تصویر فکر کنم جاده رو ببینید. اون لاینو فکر کنم روکش گرفتن موقع چیزی یادمه. اینجا رو بگم یادم نرفته برسیم، چون اون سری من صحبت داشتم میکردم تو رانندگی رامسر جا موندم، تایپ کردم گذاشتم ولی خب مهم توضیحش بود. رامسر هم که آخرین شهر مازندران از سمت غربه، کنار شهرسوار و چابکسر. الان میرسیم به یه دوراهی دیگه، چون اونورش بولوار داره، نمیشه گفت سه راهی. هر دست راست ما ساحل خلج بهش میگن. چیز پیاده روی داره و یه کافه داره. کشتی هم قبلا داشت، لنج مانند بود، میشد رفت داخلش عکس گرفت. و ولاگشو میرم براتون میگیرم. صحبتی که میگم صحبت
15 سال پیش 10 سال پیش 10 سال که بیشتر 15 بیشتر بهش میاد. این سمتی که هتل خلج میرفت الان شما این دور برگردون اگه برمیگشتی این میرفت به خیابون 20 متری میرسید به سمت شهرداری و داخل شهر. ما تو تهربندی خواهیم رد کنیم. تقریبا دیر تصمیم گرفتم ولاگ بگیرم. البته اون سمتم بری تکرار مکررات. دوست داشتین همون ولاگشو ببینیم بهتر. اینجا رو نزدیک 1 مایل دارم میسازن، نمیدونم چی دارم میکنم. جاده رو هی تنگتر میکنم. خیلی گشاد هم هست که یه خورده خسته حرف میزنم. شیفت بودم 24 ساعت، یه خورده انرژیم کمه. سعی میکنم خیلی درست موتورم گرم شه. 72 سینم پلاک رامسره. آجی وسط چی ترمز شده ملکی ترمز. اینم فکر کنم رودخانه صفاروده، از جوارده میاد داخل شهر مایفروشان، کنار همین رودخانه است. بازار شنبه بازار. رامسر اسم قدیمی سخسر بوده، الان رامسره. سخت رام تقریبا تضاد همن. این قبلا سخت بوده الان رام شده. معنی کلمش میگم. این هم 70 تا میزنه این دوربین. حواستون باشه. اینجا آخرین میدون رامسره. از سمت چپ میری داخل شهر و جواهرده و اینا. سمت راست هم که میری به سمت چابکسر و این میدون رو یه خورده احتیاط کنید. مردم هم چیکار میکنن. این میدون بار هم داره، یه اون نیسانی هم میپیچن سمت میدون بار. این میدون بارش دقیقا دست راست ماست. راست حواستون به یه تیکه باشه. بزرگ رامسره اسمشو نمیدونم، جلو بریم ببینیم. یادم ببینیم هنوز افتتاح نشده من، ولی چند تا قایدش روشنه چراغاش. حس شب داری میای بعد از جای دیدنی رامسر هم که خود شهر رامسر هتل بخش کاخ شاه بوده که الان تبدیل به موزه شده. آب گرمش همون سمت چند تا آب گرم دیگه هم داره. محلات ساد محلو، اربکلو برام هست. رستوران کشتی هم دست چپ ماست. مشخص نیست. من اینجا میام یاد خاطری بدی میافتم. اول بلاگم جالب نیست. میکنه 5-6 سال پیش بود. این پرایدی داشتم. دیدم یه چیزی به ذهنم میاد. یه خانومی رو زده بودن با چادرم بود. وسط همین جلوی همین چیز کشتی افتاده بود. وسط خیابون. بعد هیچکی هم وای نمیستاد. یعنی من سرعتم بالا بود. 70-80 تا داشتم میرفتم. این نمیشه ترمز زد وایساد. همش هر موقعی که رد میشم میگم بنده خدا چی شد ماشین که بیزد افتاده بود. لیش نکرد کسی. انشالله که سلامت باشه. از جای دیدنیش داشتم میگفتم جواهرده هستش، دالخانی هستش، قلعه مارکوه. چند روز پیش کلیپ ازش دیدم میگفت آخرین قلعه‌ای که در برابر اعراب مقاومت کردن همچین چیزی. من سرچش نکردم ببینم درسته یا نه. همچین چیزی رو عنوان کلیپه بود. من گوشی ذهنتون باشه.
جاهای دیدنیش دیگه. ساحلش هم که زیباست، قشنگه. این تلکابین و شهرباز، مجموعه شهربازی و کارتینگ و همیشه داره. هوا ابریه. هوا زیاد گرم هم نشده. صبح 2 ساعت برق میره، بعد از ظهر هم 2 ساعت برق میره. روز 4 ساعت ما برق نداریم. کولرها روشن شه و هوا گرم شه ما رو کار دارن. بالا کو هم میگرفتم، بالای تلکابین این بلاگ تلکابین هم یه روزی براتون میگیرم. منتظرم این تعطیلی باشه، یه خورده شلوغ باشه. باشه جوش قشنگ‌تر. ببخشید سرما خوردم. اینم تلکابینش، هم از این سمت ورودی داره هم از اون سمت. بلاگ هم از لاهیجان گرفتیم تا کنم چابکسرن، همینجا تمام میشه. تو از کمربندی رفتیم، از اون لاین هم جو توضیح دادیم، ولی چون کمربندی خب مثلا من تایمش کمتره. سر صبح یه خورده شهرها هنوز چیز نشد، ولی خب مسلما مسافتی هم بیشتر. چیزی که تو ذهنم هی میاد لنگرود ترافیکه، حتما این تایم. دیدم که پلیس راه چابکسر ما بچه بودیم، عکسشون رو دست چپ دست راست میبینید. چرا تا مواد فروش قاچاقچی بود چی بودن، شلیک کردن، چند نفر اینجا کشتن. اونو به اسم همین هست. سمت چپ هم که خانم خاندی زاده، این همکار ما بود، اولین شهید توی کرونا بود. اسفند 98 خود شدن، محل کلاچای بودن. روشون شد. از کل کرونا برای ما یه دونه مدافع سلامت مون بچی همون موقع تمام شد. باز میان مردم با ما دعوا دارن. اینجا ورودی شهر چابکسره، اولین شهر استان گیلان از سمت شهر، جز شهرهای مظلومه واقعا. جای دیدنی داره، منظور امکانات نداره، شهر کوچیکی. همشون جز شهرستان رودسرن، یعنی شما از این پلیس را به اون ور همشون جز شهرستان رودسرن تا مرز شلمان. شلمان جز لنگروده. بازار هفتگی توی چابکسر چهارشنبه است. الان میریم بازارش رو بهتون میگم چه روزایی هست. روزاش گفتم جاشو میگم. جاهای دیدنیش اینجا که دیگه همه خاورخانوم رو میشناسن. رستوران خاورخانوم و سرولاته. الان بریم بهتون لاینش رو میگم. ولاگ اینم گذاشتم، یه خود بروز نبوده، قراره دوست دارم تو بارون بیام قدم بزنم دوباره فیلم بگیرم براتون. هر تایم این مسیر میخورم همش آفتاب. یعنی شهر کوچیکیه، اروپا هم همش ترافیک.
چند بازار تو همین خیابون نیسان میبینید، این خیابونی دست راستتون هست. انتهای همین خیابون بعدیه بباشید بزرگتر بودید این خیابون. این بیشتر به نظرم میاد. نه همون قبلی بود، بولوار اینا داره است. همون قبلی بود کنار ساحله. بلاگش هم هست تو پلیلیست شهر چابکسر. لینک پلیلیست های شهر تو مسیر براتون میذارم، دوست داشتین بلاگاشو ببینید. چابکسر یه خاطری همه داریم ناخودآگاه. پلو ببینید یادتون میاد. آروم برم. این پلو میبینین همتون یه خاطره با این دارید. ناخودآگاه یه خاطری براتون زنده میشه. فیلم سریال دنیای شیرین دریا بین فیلم ها این پل نشون میداد. این پله برداریش همینجا بود. بازی مرحوم پوپک گلدره. این فیلم هم میذاره هر چند وقتی بار. این میدون دست چپش میره به سرولات، همون رستوران خاورخانوم، رستوران مرزی و خاله فکر کنم، دست چپ جنگسرا و اینا. این دست راست هم ساحل ماسه‌ای قشنگ داره. خواستین ساحل برین این دیگر رو بهتون پیشنهاد میکنم. مرزی خاله ماهی فروشی برادران فامیلیش تو ذهنم نمیاد. رستوران دربند درویشیه. اینا همشون نزدیک به همن، یعنی رفتی خواهرخانم ملاک نیست، همشون غذای خوب دارم. میگم تو ذهنتون باشه. این ماهی قزلالا کبابی هم این پارک شهره، پارک مسافر اسمش نمیدونم. این هم ساحل قشنگی داره. تو ولاگی که گرفتم از راه چابکسر این پارک هم قدم زدیم. داشتم میگم رستوران برادران فامیلیش نمیاد چیه تو ذهنم. ماهی قزل کبابی اونجا خودشون پرورش ماهی دارن. براتون قزل کبابی اگه دوست داشتین طرف از کلا معدن رستوران معمولا 12 به بعد تو کار میکنن. پیاز زده بود کیسه 13,000. یک کیسه 13 تا نه، یک کیسه بگیری کیلوی 13 تا. هنوز ارزونی نیومده. فاصله بین چابکسر و کلاچای یکی از طولانی ترین فاصله های شهر هاست. این واقعا طولانیه. سر 30 کیلومتر. بقیه شهرها اینقدر چیز نیستن، خیلی فاصله زیاد. سرعت مجازم که 95 تاست، اما 80 تا دارم میرم. اگه تو دوربین حس کردی سرعت زیاده، دیگه به حال اون خاصیت فیلم برداریه. یه خورده سرعت ها رو، فاصله ها رو کم، سرعت ها رو با اقرام نشون میده. دیدن چابکسر جواهر دشت هم هست. حالا باز مطمئن نیستم جز چابکسر یا کلاچای، ولی بین این دوتاست دیگه. شما همونطور که چابکسر بیاین نزدیک بهت.
گل سرخ هم بود، بچگی ما می اومدیم. تابلوشو خیلی وقت دقیقا نکردم. این قاسم آباد سفلا، لباس قاسم آبادی و چادر شب و اینا آخه چیزش اینجاست. خواستگاه نمیتونی خواستگاه معمولا جانداری چیزی میگن. شروعش رقص زیبای قاسم آبادی با لباسش مال همینجاست. شابکسر معدن چیز هم هست، پرورش گلودیا. تو مسیر کلی گلخونه و اینا میبینیم. شهرهای شرق یکی پرورش گل چابکسر زیاده، یکی هم طرف کیاشر، آستانه کیاشر جادهش خیلی زیاده. بچه بودی این مسیر رو با مینیبوس میومد، مینیبوس بنزای قدیمی هست آبی دردی معمولا. اسبا رو میدیدیم فکر میکردیم نزدیک شدیم. این اسبا خیلی قدیمی اینجا. قاسم آباد اولیا اون سم تابلو نداشت. اون بلاگ گرفتم الان من دنبال قاسم آباد میگشتم. باید ورودی شهر داره، ورودی محل دوستا رو داره، مثل این تابلو سبز نداشت. دوستان میاد کامنت میذاره رانندگی در شب از فلانجا تا فلانجا. والا شب از این من میای هیچی معلوم نیست. ما اونجا بسم الله بسم الله میگیم. شب چی رو بخوای ببینی؟ آخه چی نیست، نیویورک نیست اینجا. شب اینجا برق بلوار هم یکی در میون روشن، یعنی تاریکیه، فقط تاریکی تماشا کنی. یعنی مثل ترافیک جاده رشت بندری رو لطفا میاد. ترافیک هیچی فیلم نداری، خودت حوصله‌ات میگه تو خونه لم بدی ترافیک تماشا کنی. کلاه شقایق زیبا فقط تقریبا یه ماه در اومدن. اینجا دوتا بستنی فروشی داره، یکی بستنی سویله، یکی بستنی شقایق. شقایق چیزی که من یادم قدیمی تره، رو باز شاید اشتباه کنم، اون دست خیابون این دست نیست. ما از اون سمت هر موقع می اومدیم این بستنی خوشمزه‌ای داره، هر دوشون خوشمزه. شقایق جای نشستن و سیز پیداشی و اینا هم داره. خواستین مسیر از اون سمت بیاییم به شهر
به نظرم حتما امتحانش کنید. خوشمزه است، با شیر محلیه، همه چی داره، مجون الان قهوه، اینم پرتقال کویه مثلا. الان ما میبینید به اسم پرتقال کویی، پرتقال در نمیاد، مرکبات تا یه ارتفاعاتی در بیاد، چون مرکبات به سرما حساسه، هم میزنه تلخ میکنه، هم گیاهاش یخ میزنه، از سرما گریزانه. واسه همین تو شمال و شهرهایی مثل شیراز اینا در میاد. میرم بستری شقایق، کنارش چیز هم داره، سیس پیداشتی، جای نشستن و اینا، به قول کلیپ میزان. کلاچای 5 کیلو. اینم سیاه کلورود باب، اینجا واقعا قشنگه. باید یه خورده جادهش میگم تا یه جایی با سواری میشه، نه بعد اینجاش اگه به جواردش میکنم میرسه. من خودم دارم نرفتم، میخوام برم یه روزی دلو به دریا میزنم میرم. پلاک شهرستان خودسر، پلاکش 56 سات 76 قاف، من جدیدن 76 قاف. چسبونده رانم چیز میزنه، چراغ میزنه باره کنار، الان رانم زده بولوار دور، چی من کنار برم باید بولوار سریعتر دور بزنیم، چون باز هم هست اما رو کامیون شد. این سگا رو میبینین دقیقا شب میام وسط یه برای من خیلی پیش اومده. این جاده رو 7 سال یه عمری میرم میام، ولی خب 7 سال خیلی میرم میام، همه جوری برام پیش اومده. این یادم رو بگم این کنار بولوار حرکت نکنید، مخصوصا روزای بارونی اصلا حرکت نکنید، چون اینجا آب جمع میشه، یه ماشین رو میکشه میزنه به اینجا واجارگاه. یکی از دوستان از واجارگاهی هم از کامنت میذاره برامون، بهش سلام بگم. دست چپ میریم واجارگاه، یه روزی بالاخره من واجارگاه میام براتون فیلم میگیرم. واقعا وقت نمیشه، من یه نفرم زندگی و این کستان به این پهناوری، حالا مازندران هم اضاف شده، واقعا دست تنها. اینجا معدن ماشین جیپ قایمه. این هم دانشکده فنی شرق ایلان، فنی مهندسی. سمت چپ میره واجارگاه، اینجا دو طرف تابلو رو فکر میتونیم بخونیم. کمربندی کلاچایه، پلاک ازش زیاد گذاشتی مسیر. ما هم که میریم داخل شهر. اینم کلاچای. کلاچای مردم ساده ای هم به نظر من. اینم شهر مظلومیه. یکی از بدیهای کلاچای اینه که خنده‌دار هم باشه. 8 و نیم 9 دیگه تعطیل تا مخصوصا زمستون، حالا تابستون شاید باز
یعنی شما ساعت 9:10 شب زمستون بیفت کلاچای پیادشی، ماشین گیرت بخواد بیاد مثلا بری رامسر، شاید 1 ساعت 2 ساعت بمونه. دانشجو بودیم چند بار اینجوری افتادیم تو تله. بعد یه شهرهای کوچیک شمال هم جوریه، زود تعطیل میشه. بعدی هم نمیشه گفت، زندگی سنتی طوره. مثلا یارو 8-9 تعطیل میکنه بیاد پیش خانواده‌اش. بابای ما همیشه همجوری بود. مثال میگم تهران یارو 5:30-6 صبح میزنه بیرون، 6 صبح میزنه بیرون، ظهر معمولا نمیان چون رو مسافت دور باشه تا بره بیاد و اینا، اینه نمیارد. اینم فکر کنم میدون همین نرجس جان علیزاده باشه، برم باشه قیافش زیاد بهش نمیخورد ولی قیمت هم نخید. بعد ولی تو شهرهای شمال اینجوری نیست، شما دورتر نقطه خونه تونم 20 دقیقه راه دیگه نهایش. چکار میکنه؟ زور تعطیل میکنه، صبح که ساعت 9:10 میاد، الان ساعت 9:06 بریم این چند تا مغازه بازه. بعد ساعت 1 اینا میبنده میره، 4-5 میاد، از اون 8 میبنده. پنجشنبه جمعه معمولا اینجا این کربندی داخلیه، میخوره شهر دور میزنه، میره کنار ساحل. پنجشنبه بازار کلاچای ما همونه، الان ورودیشو بهتون میگم. پلیلیست شهر کلاچای ما میتونید نگاه کنید، دوست داشتید. این پل ورودیشه. پنجشنبه بازار قشنگی داره. واسه همین نمیشه گفت بدی، هر سنتی طور خودشه. این خیابون میدید نوشته مفتح شمالی، این پنجشنبه بازار با همین خیابون تا میرسه به ساحل. پیشنهاد میکنم ولاگش حتما ببینید، قشنگه. مغازه رو میبینید 5 تا در میون باز، 9 هفته هست معمولا 9:10 میاد. با اولین مغازه‌ای که تو این چیز باز میشه این جیگرکیان. وای صبحونه پیشنهاد میکنم یه بار جیگر بخوری، جیگر با نون بربری داغ میدن اینجا. تو ولاگام کلاچه هم میذارم. این میدون اصلیشه. سمت چپ میره، سمت رحیم آباد، بالنگاو. سمت راست هم میره سمت ساحل، آتش نشانی. فکرم شهرداریش هم سمت راست اشتباه نکنم. مستقیم هم که میره سمت رودسر. این یه تیکه ایستگاه رودسر و لایجان و رشت و اینا آزادم یه خورده یهو ماشین ترمز. میدونشون نفهمیدم چی بود. کلاچای عادت دارن صابونه جیگر اینا میخورن، جیگرکی ها شلوغ، بعد قیمتش باورتون نمیشه چون نصف رشت باشه. یعنی شما اینجا الان 2 سیخ جیگر رو خوشگوشت و اینا بخوری، همین الان همین تایمی امروز نهایتش خیلیش بهتر کنده میشه 200,000 تومان. 2 تا خوشگوشت و 2 تا جیگر و حالا این نوشابه هم باشه 220. خیلی مطمئن باشین تو شهرداری حجمش همون باشه بگیم ها که نیست. تو اینجا سیخاشو میخورد دست دلبازیه. به نظرم
دو تا سیخش اندازه 3 تا حداقل است. نصفش هم میخوره اغراق اما میشه 300 350 300 میگم با حجم مساوی در نظر بگیریم باز حجم اینجا بیشتر ارزونتر زندگی من تو شهرهای کوچیک ارزونتر. آفتابم که داره در میاد. گرفتن ماهی برامون لذت بخش بود. بعد یه همسایه‌ای داشتم مامان بزرگم نه هر روز زنده است. آقای جیبروسی داشت. پسراش میومدن ماهیگیری، مثلا خوراک ماهیگیری بودن، تخصصی ماهی میگرفتن. هم سالی داشتن، سالی هم تور، ما تور میگیم به نی ما میگیم لله، بامبو، لایجانه لوله میگیم، لوله هم چیزی بال میگم. این حالا رودخونه پلوروده اینجا. این هر موقع اینجا میام یاد میافتم که مثلا با یه هیجان خانوادگی میومدم ماهیگیری. اینجا رودخونه پلوروده، اینم خروجی شهر کلاچای. میریم برای شهر رودسر. فکر کنم این 6 کیلومتری با فاصله داره. اون سمت کامیون اگه دیدین چیز کرد دقیقا اون سمت ما جاده فرعی داره به سمت املش. محدود شهرهای استان گیلانه که ساحل نداره چون سمت کوه. شما لایجان هم ساحل داره، امیرآباد میخوره به دریا.
56 میم مال لنگرونه. هنوز 56 میم هست. بلاک دوم اضافه نشد. به شهر رودسر خوش آمدید. اینجا جزو رودسره. الان ما میرسیم به ترمینال شهر. بودن شهرستان رودسر هم مظلومه واقعا. بودن شهرهایی که بود از مرکز استان دورن مظلومن. امکانات نیست. باز رودسر خاصی هم نمید. خب بعدش بودن چابکسر کلاچای باز بهتر. اینا دور برگردون رحیم آباده. یعنی از رحیم آباد اومدن که به ما نزنن، از رحیم آباد اومدن. رودسر مال کلاچای خورده چیز داره. مال چابکسر هم ماسه‌ایه. مال رودسر هم ماسه‌ایه. لنگرود هم ماسه‌ایه. این سوالای قشنگی داره. من خودم شنا دریا نمیرم. هر که چهارم دیگه نرفتم. به شما توصیه میکنم نرید. چون واقعا آبش آلوده است. من میرم بدنم همه جوش میزنه. واقعا یه فاضلاب و کثافت زرجوب رشت میگیشون ببینی حال تو بر میخواد. چون آب آزاد نیست توصیه میکنم نرید. واسه کار دیگه یه بار یه تیکه رفت تو حلقتون مطمئن باشه حتما عفونت میکنم. واقعا کثیف. اینجا میگم رامدشت. اینجا هم ساحل قشنگی داره. الان میگم دانشگاه آزاد رودسر همینجا دانشگاه آزادی داره. اینم مینیبوس‌های نوستالژی حالا بازنشست هست. اسم قدیم رودسر قوسم بود. یعنی دانشگاه آزاد داشت پیام نوره. پیام پول میشه. پیام پول. الان ما میرسیم به کمربندی و ورودی داخل شهر. اینجوری که بوش میاد یه خورده داخل شهر ترافیک هست. بیرون مشخص هست. ما بچه که بودیم گفتم ولی ماموزه هم رحیم آباد بود. خودمونم میگه 60 سال می اومدیم اینجا. فلانی میگه کجا داریم؟ میگفت دارم میرم رودسر. ما تو ذهنمون یه شهری بود عباد تهران. بچه بودیم دیگه. این کمربندی میره دستچه میره کمربندی. ما هم میریم داخلش. یه شیری تبریز اون سر نبش میبینید. این نکنم دیداشی سر همین نبشه. نبش میدونه بستنی خوشمزه داره. یه دونه سنتی داخل شهر اسمشو چشم خورد بهتون میگم. اینجا بستنیشو خوردم خیلی خوشمزه. اینا فعلا رودسر کار دادن میرم رودسر. بنده خدا هم تو کار اداریشون اینا اکثرا باید بیاد همینجا دیگه. رودسر یک شنبه بازار داره. من یک شنبه بازار بهتون میگم کجا. یک شنبه بازارش هم نسبت بزرگه. بازارای ما بچه بودیم 60 بار جمعه بازار داشت با دوشنبه بازار. تو یا جمعه بود یا دوشنبه این تغییر میکرد. بازارش خیلی بزرگ بود. الان اونجا حالت بازار محور خارج شده.
بازارهای گیلان خیلی بزرگترن. کوچکترین بازار گیلان، بازار گیلان شاید چیز رفتم کنن زیبا کنار باشه. از اون تنوعش خود بیشتر بود، فقط میوه و ترنبار داشت اکثرا. رودسر و اینا مثل کلاچه های تقریبا لنگرود هم تقریبا همینجوری. شهرشون مثلا یه خط صافه، البته داره مثلا خیابون بغل چپ و راست میدونم چه چیزی یه خورده شاخ و برگ باید بده به شهر. عمده چیزاش مثل چیز نیست، مثلا لاهیجان داستان نیست. عمده محور شهر مثلا حالت یه خطه یا یه اله توی راست است. حالا هم باز خوب خلوت بود. خیابونا رو چیدید ولی اکثرا به دریا میرسه. اینجا هم تقریبا همین 8-9 شب تعطیل. کمربندی که زدن شهراش یه خود روب که تعطیل میشد. کمربندی که زدن ماشینا شهر دور میزنن دیگه کلا شهرهای شرق گیلان عمدتاً تو کشاورزی، مرکبات و برنج و چای، مخصوص چای. یک شنبه آزاد دقیقا این پراید داره کجا میره دقیقا از همینجا شروع خانم روستا اینجا وای میسن دیگه، شروع اونورم 3-4 طرف شروع میشه. اینجا میدون اصلیه، میدون شهرداری و از موتورات. آشقانم سوار کرده. عجیبست که فقط جلو رفتن رو بلده، نگاه کردن و ترمز کردن. این میدون اصلیه، میدون شهرداریه. این ولاگ رودسر رو زیاد گذاشتم، هم تو غروب برم زدن، تو غروب برم زدن، تو بارون، بازار مای فروشانش. دست چپ این میدون میره پارک مسافر و کمربندی، دست راستش هم سمت دریا میره. ما که مستقیم کار داریم. سلام، اگه بده ببخش، من خودم سرما خوردم، آبریش بینی هم دارم، تو دماغی حرف میزنم بخاطر اونه. بینی کیپ به کیپ. تعداد مغازهایی که بازن همونجا یارو تازه داره باز و 9:24 دقیقه است. الان فصل صید نیست، پره رو جمع کردن، پره صیادی رو. ماهیایی که الان تو بازاره یا پرورشی هن یا مثلا با سالی گرفته، با غلاب گرفته.
این ماهی خورده قیمتش میره بالا. این دست شب بازار ماهی فروشان. شلوغه ماشاءالله. بازار میرم روی خودم عوض میشه، حال میکنم با بازار. نه میدون سپاه معروفه، اسمش چیزی دیگه است. خالقانی میدون سپاه میگن همین. نمیدونم چرا میگن سپاه، نزدیک سپاه. دست راست میره به ساحل رودسر، ساحل اصلیش. بلاگش گذاشتم. بیمارستان شهید انصاری. این سمت هم که میره سمت لنگرود. این پل شرقی غربی هم بهش میگن. این باید پل غربی باشه. من پل شرقی یادم را بهتون بگم. من دیدم ادمین پیجا میگن پل شرقی و غربی، پل دیگه نیست. یکی اینجاست که اونور. یارو پلوس داره تحصیلارش میده داخل. کلا شعور و فرهنگ ربطی به وزن مالی و چیز ماشین نداره. زیر پای سمت شاگرد من نگاه کنی انگار زباله‌دانیه. من اینجا میرزم آخر پلاستیک میرزم دور. ماشین من کسی باشه بهتره که نریزم. شاید نریزید. من میام میگم مسافر اومده کسی بیاد. این دیگه پلاک منطقه بود، منطقه ارزلی. اون میام خودشون بدترن، رایت نمیکنن. مسافرم میاد موبی رایت نمیکنه، اونم رایت نمیکنه. چرا با مثال میگم شما تو خونه میای احترام خانم، احترام بابا، تو بچه‌تو نگه نمی‌داری، یه غریبه وقتی میاد میبینه تو احترام نمیذاره. چرا من باید احترام بذارم؟ نه درست استفاده میکنم. شهر میگه همینه. اینم خروجی شهر رودسر. میدانش اسم میدان خروجی رودسر. یه آقای ماهیگیری بود، نه اون سمت سالی داره میزنه. داریم میریم سمت شلمان و لنگرود. ولی وسط راه با یه جا نگه دارم، یه خورده دوربین خنک کنم وسط لنگرود حال ما رو نگیریم. نه اینجاست، پشت این درخت کاجه میریم ماهی دارم سالی میزنم. تورستان چیزو شرقیلا میگن سالی، ما بهش میگیم سالی. این با سالی گرفته منظورش با این تور گرفته. چند تا اسم بال داره تو گیلان. یکیش چینی جانه، یکیش آلمانه، یه روستاییه. چند تا دیگه هم تو ذهنم بود. یه محل هست اسم شهرستانه، فکر کنم جزو خمام یا مشکل بیجا باید بشه. بین هم اینجاست. همسایمون مال اینجاست. این میگم من رفتم شهرستان، این من رفتم شهرستان. فکر میکنم تهرانی ها میگم رفتم شهرستان، میگم منظورشون نگه های روستاشون شهرستان. من اینجا کنار بزنم، این دوربین باتریش حواس کنم میکنه خنکش کنم، مطمئنم منو جا میذاره. وسط کار شهر ما رو جا نزد.
باتری عوض کردیم، خودم دوربین خونه کردیم، ادامه راه رو بریم. این باتری هم زیاد نفس نداره، یادم نبود 3 تا باتری دارم، شارژشون نکردم کامل. الان ما جاده رودسر شلمانی، تقریبا یک ورودی شلمان، ساعت هم 9:36 داره. شلمانه، جز شهرستان لنگرود. از یه سم به حملش را داره، سمتم به روسر و لنگرود. بلاگ جاده حملش به شلمان قبلا گذاشتم تو کانال، دوست داشتین نگاه کنید. هواش هم بارونی. اینجا محدود سرعت 60 است. معمول هم وای میسی، معمولا بینید ما دوربینشو نکشتیم، الان تعمیر معمولا البته اون سم وای میسه. اینجا سرعت گیراشون خیلی بزرگه، دیگه به پر کردن سرعت نمیشه. جمعه صبح ساعت 9 صبح منو گرفت، 80 تا سرعت داشت، اینجا 60 است. 80 تا تقام داشت 60 تا هست دیگه، توش گیم نبود. یه ضرب المثلی هست، بچه بودیم به گوشمون میخورد، گفت هر جا میروی به فکر نام باش، شلمان میروی به فکر جام باش. اینجا دعوای بدجوری میشد. ما الان میرم جو تا الان ندیدم این ضرب المثل بود. یازانی هم ما که مسیری میریم میایم تا الان ندیدم سر رانندگی حتی دعوا بگیرم. همه جا دعوا دیدیم. میدون دست چپش میره به سمت شلمان. تو شرق گیلان هر ماشینی دیدین یه خورده خیلی عجله داره، مطمئن باشین 56 واوه. این الان مال املاشه، من نمیدونم کجا بخواد بره، اینجوری جادت خاشو نمیدونم املاشه چرا عجله داره فقط. چون میری تو املاش هم حس میکنی عجله داره. شلمان روده، خیلی اسمش باحاله، خوشم میاد. یاد شلم بود میاد. حسنی تک و تنها. اینجا میرسه به ورودی کربندی لنگرود، میرسه به شهید املاکی در میدون شهید املاکی، آخرین میدون لنگرود اسم شهید املاکیه. اونجا در ما میریم داخل شهر، این رانندگی داخل شهر شد. اینجا اسمش دریاسره، دریاسر
هست. چند تا ما میگیم اونجا اونجا بیشتر معدن مکانیکی و ایناست. لنگرودی هم آدم های خیلی خوبی هم. شما غریبه باشی اینجا بهت خوش میگذره. بال مشتی هم 4 سال اینجا دانشجو بودم. میای 6 ولاگ بگیری قشنگ متوجه میشی. به دیار شهید پرور دریاسر خوش آمد. جنس ها ارزون تره به نسبت لاهیجان. ما دانشجو بودیم ما اینا هم میومدن به ما سر می‌زدن، هم میومدن نسبت مازندران که 100% ارزون تره. شما تو لاهیجان هم حتی اونقدر گرون نیست. هم جمعه بازار داره، هم شنبه بازار داره، هم چهارشنبه بازار داره، پل خشتی بازار. همین بهش میگن پارک بازار. این چند تا بخشه. بازار ماهی فروشان رو داخل شهر. میره چمخاله. از چمخاله چند تا راه داره. بلاگ چمخاله و چیزشون ما هم ببین. چاف و چمخاله عید گرفتیم، خیلی باحال رفتیم قایق سواری و از اینکه بیافتیم دو آب. از رنگورد هم بلاگ زیاد گذاشتیم. این میدون اسم میدونشو یادم ببینیم. دست چپ میره به سمت اتاقور و کومله. بلاگ از اتاقور و کومله هم زیاد گذاشتیم. میدونشو من نمیدونم بخونم چون اسم باحالی داشت. برش تابلو نداشت. دوشنبه ها اتاقور بازاره، کومله بازاره، پنجشنبه ها اتاقور. بلاگاشون رو گذاشتم. جای دیدنی لنگرود هم پل خشتیه. الان میریم مسیرش بهتون شدم. هیلاکوه بازارچه بانوان ملاته. بلاگشو گذاشتم. این پارک فجره. الان میدون پارک فجره اینجا. ولی میدونی که میرسی میدون پارک فجره دست راست. آب چالاکیه. میشه گفت بام لنگرود. یه سورتمه‌ای بود قرار بود بالا باز شه، چیزش همه رو زدن ولی افتتاح نشد. این ببینم از سید محمد سفید آستانه. دور برگردون میره سمت مسکن مهرو. یه چیزی داره اونجا، چیزی داره
پرندگان داره. این میدونی که الان میرسیم اسمش میدون فجره. دست چپتون پارک فجره، میخوره به کمربندی داخلی، میره به مصلا و جاده لیلاکو هم راه داره. بیمارستان حسین پور و اینا دست چپ مستقیم همون کمربندی داخلیه. کمربندی دو سه تا کمربندی داره. کمربندی داخلی میبرم که میره داخل شهر. کمربندی داخلی منظور فجر رو وصل میکنه به میدون فرمانداری یا میدون معلم. یعنی امروز چه اینجوری میکنم. میدون پرستار دست چپ ما الان شهرداری لنگروده، دست راستمون بیمارستان شهید امین، مرحوم امین شهید. زمین رو وقف کرده، کنم دکتر بود فکر کنم، یادم نیم مرحوم امینی بشه. الان که جمع شده رفتن اون سمت کمربندی شده حسین پور. دارشای خلبت بود در رفت. ترافیک هم یه تیکه هست. به قول رشیا جیبیش ترافیک بشه دیگه. ترافیک این جاده میخوره به چمخاله سمت راست. این ولاگ رانندگی تو چیزم گذاشتیم ها، لنگرود هم میگم ولاگ زیاد گذاشتیم. پلیلیست لنگرود رو میتونی نگاه کنی. به قول چی حالشو بگم. لنگرودی آدم های مهمان نوازی هم واقعا میگم. بفهمن مثلا از جای دیگه هستی برخوردشون باید خیلی خوب است و عالیه. این هم میدون نماز بکنن اشتباه نکنم اسمش بود. پل خشی دقیقا روبروی ماست. بازار مای فروشان اینا دست راسته. این میدون اینجا رد کنیم توضیح بدم براتون جالبه. سبزی سرخ کرده میاد توی مغازه سبزی. لنگرود یه خورده میدونای یه خورده قاعده بازی نرده. یه جا میدون زده یه دورایی مثلا اینجا هم تقریبا ال شد دیگه، راه دیگه یکی نداره. میدونش مون مرکز شهره. بازار شنبه و چهارشنبه بازارش دست راست. دست راست میتونیم بریم، از این دست راست هم میتونیم بریم کنار پل خشتی. این ویوی قشنگی داره. اون ولاگش رو نگاه کنید حتما، واقعا هم کیف میکنه میره بازار. من که لذت
فروشگاه ما آخراش اومده بود اینجا. اینجا یه پیتزا کاکوتی بود، این هم هست هنوز جمع شد و پیتزا داشت 3500. در ورودی ما اینجا بود، یه ماشین اومد پیتزا کاکوتی دقیقا همینجا بود و مثلا یه پیتزاش اندازه پیش دستی بود، بزرگ نبود، 3500 تومن. صورت مکزیکی هم داشت 1500 تومن، مثلا میشد 5 تومن. مثلا ما هرچی شرط بندی و مهمون کردن و نمیدونم هرچی بود بر اساس مثلا این 3500 تومن یا 5 تومن بود. مثلا صبحونه پیتزا میخورد، عصرونه پیتزا میخورد، شام خوب نبود پیتزا میخورد. این به این میگم میدون فرمانداری یا میدون معلم. قبلا فرمانداری اینجا بود، من میدون فرمانداری معروفه. مستقیم میری دیداکو، دست چپ هم که همون میدون فجر وصل میشه به این بهتون گفتم، دست راست هم که میره به سمت لاهیجان. کارشو میگم اما نمیزنن میکشن. باز لنگرودی ها خوب رانندگی میکنن ها. این میدون داره، الان میدون میرسیم. میدون سر سراه، میدون سر چهارراه بود. اینجا سمت چپش کلوچه جوادیان اگه خوردیم کلوچه جوادیان این بغله. خصوص سوغاتی چیزی بگیری این کلوچه جوادیان بهترین سوغاتی. تازهش خیلی خوشمزه است، واقعا معرکه است. من رژیم قند گرفتم چند روزی حوض نمی‌کنم. این کلا میگم بخوری دلت میخواد بخوری، مثلا سیر نمیشه. کلانتری و داشت همین توی راست رد کردیم، حواسم نبود. این کلانتریشه میدون بارش فکر کنم شروع. شهید املاکیه. شهید املاکی از فرمانده های چیز جنگ بود. همین که ماسکشو در آورد داشت توی صورت یه بچه حرکتش معروف شد، این شهید املاکی بوده. مثلا همین آدم معروفی فرمانده سردار بود، سردار املاکی. میدون میخوره به کمربندی لنگرود که گفتم شلمان در میاد. این سمت هم که میره به سمت لاهیجان. چند روز پیش که حال ما خوب بود، مثل بویایی داشتیم، بوی کارخونه چای اینو میاد، شروع به کار کردیم. یکی از لذت‌های بهار
همین بوی چایی که همین یه تیکه برای سرعتگیر بعدی اولی و بعدی میاد حس بهار رو میده بالا. اینجا جز دیفشل بهش میگن، دیفشل لنگرود. یه کافه همون بهمن هست، صبحونه بال میده، سرچ کنیم میاد. صبحونه متنوع با قیمت کم شلوغه واقعا. چای میاد. من با اینکه سرما خوردم چای نوشینه، جلو قبلیه چای لنگر بود. اعصابم به هم ریخت. جاده لنگرود به لایجا یه خاصیت داره، همه سرعت میرن. من چی به چیه. با تهران رفته بودم 2 سال تهران بودم. بعد اوقات پیش میام مثلا کیف دستم بود بیام دارم میدوام. من که نه عجله دارم چرا میدوام؟ مردم میدویده اما میدویدیم. مثلا من هیچ عجله‌ای نداشتم. جام همین جوریه. این همه گاز میدم. خودم ناخودآگاه پات میره رو گاز. باز بوی چای میاد. طرفای دیگه این باید بهش اینجا باشه. اونجا ماورا کوکی خوب داره، آقای کوکی. اون سمتم آدرس دادم، الان بهتون میگم. اون سمتم سر سرعتی دور برگردون یه کوکیه، خودش برگردوه. هر موقع میخوام سوغاتی بگیرم واسه کسی از اون برم. اینجا میگن یالستان، مرکز بامبو، صنایع دستی با بامبو، چون معدنش. ولاگ اون خانه میراث روستایی ما سرابان رشت اگه دیده باشین، یه خانم آقایی بودن یه غرفه‌ای داشتن، گفت یالستان شهر بامبو ایران. این همینجا منظورش بود. پرورش بامبو زیاد. این رستوران های تو رو هم معروفه. یکیش پهلوان اسقره، این کارم رد نکردیم هنوز. یکی آقای کبابه، هتل رسپینای یه خود گرونه، خورده که نه گرونه.
جایی که میشناسید باید بگیرید، به خاطر قیمتش نه. اونجوری که مثلا بعضی جا سفارشی گرو زیاد میزن، خوشمزه تر. الان کیلوی 320 تومن. آخرین باری که 2 هفته پیش گرفتم برای دوستان بردم، اون دست خیابون سرعت دیدی، اون دست خیابون اولین مغازه از اون سمت، اون مرکز سوقات لایجان، اونجا کوکی های پرگردو میده. من هر موقع بخوام بگیرم اونجا میگیرم یا فروردین داخل شهر. الان میرم اونجا بهتون میشه. بیمارستان میلاد لایجان، این ورودی شهره، هم دست راست ماست. فکر کنم یه 10 سالی افتتاح شده. خانم جان علیزاده که شهید شد کرونا، پرسنل همینجا بود. این میدون شیخ زاید لایجانه، ورودی لایجانه. سمت راست میری کمربندی شهر رو دور میزنه، میدان گیل، میدان ابریشم. این برم که میره تو شهر. ما میریم داخل شهر که بلاگ رو تمومش کنیم. به قول خان ممنوع امین لایجان. اینجا بیاین حتما احتیاط کنید، ورزا همجور گاز میده. نمیگه میدون میاد هم سرعت کم میکنه، بیشتر گاز میده. صحبت هم خراب میکنن، بعد میگن چرا غور میزنه. جاهای دیدنی لاهیجان هم که این دوره صخر و شیطانکو و بام سبز و تله کابین و مزرعه قوها، سوختکو، تالاب سوستان، تالاب حاجی آباد، بازار روز، محله قدیمی گابنه، روستاهای جالب و سرسبز، باغ چای، سخلسر و گفت. جای دیدنی زیاد داره. اینا تو پلیلیست شهر لایجان بلاگاشو گذاشتیم. این بولوار فکر کنم اسمش بولوار امام رضاه. این فروردین سوغاتی که گفتم داخل شهر خواستیم بگیریم، دقیقاً الان دست چپ ماست. نان و شیرینی فروردین خیلی هم بزرگه. فکر کنم دیده باشه. بعد پمپ بنزین نیکان از اون سمت داریم میایم. همیشه هم جلوش ماشین زیاد باشه. گرم شد. این میدون اسمش فکر کنم میدون خزر بود، نه خزر بعدی، میدون گلستان، میدون گلستانه. این دست چپ میره به آبشار شیطانکو و دوره صخر و اینا. به دوره صخر همین جزء دوره صخره، اونجا ورودی اصلیش. ما اینجا جلو هر جا پارک کنید بری بالا میره خورد به صخر. بالا اینجا هم کوکی داغ و بستنی خواستیم بخورین، اینجا نادری توصیه میکنم
با هم بعد از الان الان میرسیم میدون خزر. رانندگی برفی تو لایجان هم گرفتیم با توضیحات، اگه علاقه داشتی این پلاکو انزلی بیاد راتو میبره بعد راهنما میشه. اینجا تقریبا راسته پیتزا و خوراکی هست. خوراکی تو لایجان زیاده. خب اینم رستوران زیبا اینجا معروفه، دست راست ما جز قدیمی هست. من یادم را بگم اون ورودی اون فروردین اون رو گفتم بهتون، اونجا نزدیک یه دونه رستوران احسان هم هست، اونم خواستین غذا بخوریم با قیمت معقول، نه مال خیلی ارزون و کیفیت خوب. من اون احسان رو پیشنهاد میکنم. میدون بسیج بود، میدون فکر کنم سپاه پاسداران هم چیزی. سمت چپ میره شیشه‌گران، مستقیم خیابون قیامه، ما دست راست میریم داخل شهر. ادارجات اصلی لایجان تقریبا تو همین است: تربیت بدنی، آموزش پرورش، انتظامی، فرمانداری و همین راست است. شهرداری البته میدون چیز، میدون بیمارستان 20 آبان هم جمع شده کلا. 20 آبان و سید الشهدا با هم شده بیمارستان پیروز. هم مرکز تحقیقات و اینا شده، پاکسه سلامت شهری. این هم تقریبا این مرکز شهر لایجانه. میدون بعدی این میدون بصیرته، میدون بعدی میدون شهدا. من این میدون رو دور میزنم چون برم اونجا گیر میکنم، واقعا خستم. بریم خونه مادر خانوم، جای شما خالی. امیدوارم که بلاگ لذت برده باشین. ببخشید صدام گرفته بود، یه جای اشتباه گفتم تو کامنت ها بنویسین، تا جایی که من انرژیم یاری میکرد براتون توضیح دادم. تلاش کردیم اشتباه نگیم. اینم پارک باغ ملی. روزتون بخیر باشه. لایک و کامنت و حمایتم فراموش نشه. دوستتون دارم.